نوبت اشغال یه جای جدید رسیده. پاتاگونیا، مرز آرژانتین و شیلی. نستین اسرائیل دنبال ساخت یه کشور جدید ولی این دفعه تو آمریکای جنوبیه. داستان چیه؟ تعداد زیادی از سربازای اسرائیلی بعد از پایان خدمتشون میرن پاتاگونیا تو آمریکای جنوبی. طرح آندینیا که مدعی پاتاگونیا یه منطقه وسیع تو مرز آرژانتین و شیلی میتونه پایتخت خوبی برای یهودیا باشه. گزارش‌هایی از خرید زمینای وسیع توسط سرمایه‌دارای خارجی تو این منطقه وجود داره. سیاستمدارای محلی هم درباره نفوذ گسترده اسرائیلیا تو این منطقه هشدارای زیادی دادن و این خریدای زیاد مردم منطقه رو حساس کرده. یه سرزمین بزرگ غنی از آب، گاز، نفت، منابع معدنی. همون چیزی که سلطان سرزمینای غصبی عاشقشه.